امروز می‌خوایم با هم یه پرونده خیلی عجیب و پیچیده رو باز کنیم. پرونده سرژ اوریه، ستاره فوتبالی که اومدنش به ایران کلی سر و صدا کرد، اما خیلی زود با یه تصمیم مرموز دوران حرفه‌ایش اینجا متوقف شد. چطور همچین چیزی ممکنه؟ یه ورزشکار در سطح جهانی که تمام متخصصای پزشکی تاییدش کردن، یهو از بازی منع بشه. این دقیقاً همون سوالیه که کل این ماجرا رو به یه جنجال بزرگ تبدیل کرد. یعنی نقطه شروع همه چیز همین بود. ببینید، ماجرا دقیقاً این شکلیه. یه طرف علم و نظر قاطع کلی متخصص رو داریم که میگن مشکلی نیست. طرف دیگه یه حکم کاملاً گیج کننده از سازمان لیگ فوتبال که با تمام این شواهد در تضاده. یه دوگانگی عجیب. باید این رو هم در نظر بگیریم که سرژ اوریه یه بازیکن معمولی نبود، اصلاً و ابداً. صحبت از یکی از بزرگترین خریدهای تاریخ لیگ ایرانه. اومدنش یه اتفاق بزرگ بود. یه جورایی یه پیروزی برای پرسپولیس و کل فوتبال ما حساب میشد. خب حالا بیایید یکم برگردیم عقب. برای اینکه بفهمیم این تصمیم عجیب و غریب از کجا آب خورد، باید ببینیم اصلا داستان از کجا شروع شد. خب به این خط زمانی نگاه بندازیم. یه نکته خیلی عجیب اینجا هست. همتیمی اوریه، مارکو باکیچ، تست‌های کامل پزشکیش رو همون وسط اردو توی ترکیه انجام میده. همه چی طبق روال. ولی اوریه که به تیم اضافه میشه، تستش موکول میشه به تهران. تیم برمیگرده، اوریه یه سفر شخصی میره دبی و 2 روز بعد میاد. تازه بعد از همه اینها توی تست‌های پزشکی تهران مشخص میشه که به هپاتیت مبتلاست. همینجا اولین سوال بزرگ پیش میاد. دقیقاً چرا تست پزشکی یه بازیکن به این مهمی به تعویق افتاد؟ منابع 2 تئوری اصلی رو مطرح میکنن که جالب جفتشون هم به یه چیز ختم میشن: عجله کردن باشگاه. نظریه اول میگه باشگاه ترسیده اگه معطل کنه اوریه یه پیشنهاد بهتر گیرش بیاد و از دستش بدن. میخواستن سریع قرارداد رو ببندن. نظریه دوم هم میگه فشار هوادارا اونقدر زیاد بوده که باشگاه خواسته با اعلام یه اسم بزرگ سریع همه رو راضی کنه. پس هر 2 تئوری به عجله باشگاه برای بستن قرارداد اشاره دارن. اما نکته طعنه‌آمیز ماجرا اینجاست که جلوتر میبینیم نتیجه این تست پزشکی اصلاً ابداً نباید مشکلی ایجاد میکرد. خیلی خوب، از اینجا به بعدی که ماجرا واقعاً جالب میشه. یعنی میرسیم به تقابل علم و یه تصمیم اداری، جایی که پرونده پزشکی و حقوقی برای دفاع از اوریه شکل میگیره. اولین کاری که تیم پزشکی پرسپولیس کرد چی بود؟ رفتن سراغ کتاب قانون. هم قوانین فیفا رو زیر و رو کردن، هم قوانین فدراسیون ایران رو. نتیجه؟ هیچی. مطلقاً هیچ قانونی پیدا نکردن که بگه بازیکنی که هپاتیت داره باید محروم بشه. دستورالعمل‌ها هم فقط یه سری توصیه بهداشتی معمولی برای وقتایی که زخم و خونریزی پیش میاد داشتن. همین. ظاهراً نگرانی اصلی سازمان لیگ روی این عدد متمرکز شده بود: 56,000. این عدد بار ویروسی اوریانه بود. خب این عدد واقعاً یعنی چی؟ آیا عدد خطرناکیه؟ اینجاست که نظر متخصص‌ها وارد میشه. دکتر علویان که یکی از برجسته‌ترین متخصص‌های هپاتیت هست، خیلی واضح میگه بار ویروسی زیر 100,000 هیچ مانعی برای فعالیت ورزشی ایجاد نمی‌کنه. یعنی عدد اوریه نه تنها خطرناک نبود، بلکه خیلی هم پایین‌تر از آستانه خطر بود. پس از نظر علمی هیچ مشکلی برای بازی کردنش وجود نداشت. ولی باشگاه پرسپولیس به همین یک نظر هم بسنده نکرد. برای اینکه هیچ شک و شبهه‌ای باقی نمونه، رفتن سراغ یه پنل کامل از متخصص‌ها. ما داریم از 6 تا از بهترین متخصص‌های بیماری‌های عفونی و کبد ایران حرف می‌زنیم. آدم‌هایی مثل دکتر مینو محرز و همون دکتر علویون. و نتیجه رأی متفق القول بود. نتیجه گیری این متخصص‌ها خیلی روشن و قاطع بود. اول اینکه اوریه کاملاً آماده بازیه. دوم، سلامتی خودش به هیچ وجه در خطر نیست. سوم، و این خیلی مهمه، خطر انتقال بیماری به بقیه ناچیز و نزدیک به 0. و همه اینها رو کتبی به باشگاه اعلام کردن، یعنی مدرک مستند دادن. تازه حتی اگه بدترین و غیر محتمل ترین اتفاقم بیفته، یعنی یه جراحت شدید و تماس خون با خون، باز هم یه پروتکل پزشکی خیلی مشخص وجود داره. بازیکن حریف 3 روز وقت داره که بره یه واکسن هپاتیت و یه آمپول ایمونوگلوبولین بزنه. این دوتا با هم ایمنی کامل ایجاد میکنن. تمام. و حالا میرسیم به نکته کلیدی، نکته‌ای که تقریباً کل بحث رو میبنده. تقریباً تمام بازیکن‌های حرفه‌ای توی ایران از بچگی علیه هپاتیت واکسینه شدن. پس اصلاً خطری در کار نبوده که بخوایم مدیریتش کنیم. ریسک عملاً 0 بوده.
خب تا اینجا دیدیم که تمام استدلال‌های پزشکی و علمی برای محرومیت اوریه رد شدن، ولی داستان اینجا تموم نمیشه. یه پیچش عجیب دیگه تو راهه و اون هم نقض حریم خصوصی و درس کردن اطلاعات محرمانه پزشکی یه بازیکن. ببینید به طور رسمی فقط 5 گروه از وضعیت پزشکی اوریه خبر داشتن. مرکز پزشکی لیگ یا همون ایفمارک، آزمایشگاه، مدیر عامل پرسپولیس، رئیس گروه پزشکی باشگاه و معاون حقوقی. یه دایره خیلی خیلی کوچیک و بسته. درز اطلاعات از همچین دایره‌ای تقریباً غیر ممکن به نظر میرسه، درسته؟ پس سوال بزرگ اینه چطور این اطلاعات فوق‌العاده حساس یهو سر از رسانه‌ها در آورد و عمومی شد؟ جواب این سوال ماجرا رو از چیزی که هست هم عجیب‌تر میکنه. ماجرا اینه که این اطلاعات صرفاً درز نکرده. طبق ادعاهای یکی از مقام‌های خود فدراسیون فوتبال این خبر محرمانه رو توی صفحه اینستاگرام شخصیش منتشر کرده. تصور کنید یه نفر از داخل خود نهاد حاکم بر فوتبال اطلاعات پزشکی یه بازیکن رو عمومی میکنه. خب با همه اینها، با تمام شواهد علمی و قانونی، محرومیت اوریه سر جاش موند. همین باعث شد یه عالم سوال بی پاسخ روی هم تلمبار بشه و کل ماجرا تبدیل بشه به یه کلاف سردرگم. خود اوریه طبق چیزی که به یکی از اعضای باشگاه گفته اینطور واکنش نشون داده: نمیفهمم چرا وارد زندگی خصوصی من شدن. این جمله عمق سردرگمی و ناراحتی یه ورزشکار حرفه‌ای رو نشون میده که با یه تصمیم غیر قابل توضیح و یه نقض حریم خصوصی بزرگ روبرو شده. این جدول کل ماجرا رو خلاصه میکنه. ببینید، متخصصای پزشکی با تکیه بر علم میگن بدون محرومیت. کمیته پزشکی خود فدراسیون هم با توجه به قوانین میگه بدون محرومیت. اما سازمان لیگ که فقط برگزار کننده مسابقات در برابر همه اینها میسته و میگه محروم. مبنای تصمیمش یه علامت سوال بزرگ. و اما طنز نهایی ماجرا، بعد از این همه کشمکش، اوریه بالاخره مجوز تمرین کردن با تیم رو گرفت. خب این یعنی چی؟ یعنی خود سازمان لیگ هم قبول داشت که خطر انتقال بیماری توی تمرین که همونقدر برخورد فیزیکی داره وجود نداره. این تصمیم منطق کل محرومیت اولیه رو به طور کامل از بین برد. یه تناقض آشکار. پس برمیگردیم به سوال اول. اگه علم، پزشکی و تمام قوانین میگفتن که اوریه میتونه بازی کنه، پس واقعاً چه چیزی یا چه کسی سرژ اوریه رو از زمین بازی بیرون نگه داشت؟ این همون سوالیه که در قلب این راز باقی مونده و ما رو به این فکر میندازه که شاید پشت پرده این بازی زیبا چیزهای دیگه‌ای هم در جریانه.